با مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجکند راهپیمایی ادانه نمایندگان مقامات دولتی، جماعت‌های دهات، کارخانه و مؤسسه‌ها و در مجموع تمام ساحه‌های خواجگی خلق برگزار شد. راهپیمایی با طنین‌انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. اشتراکچیان راهپیمایی و مردم پنجکند باستانی را نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی به مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمود. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، مردم شریف پنجکند باستانی، اولا همه شما در سیمای شما تمام مردم شریف پنجکند باستانی را با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم و همه شما سلامتی و سربلندی و کشور عزیزمان و تاجیکستان عزیز صلح و ثبات و بنیادکاری را تمنا می‌نمایم. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده درباره دستاوردهای 30 سال استقلال دولتی در پرتو سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخن گفته حاضرین ساکنان کشور ولایت سوخت و پنجکند باستانی را با 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شادباش گفت. امید میکنم که چاره‌بینی ادامه در سطح بلند تشکیلی و افتخار شکرگزاری از 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد و ما همگان شاهد دستاوردهای نظررس جامعه مهنتی خواهیم شد. با این تنتنه‌های ادانه بار دیگر شمایان اشتراکچیان راهپیمایی و مردم دیار باستانیمان را با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نمایم و آرزوی آن را دارم که وطن عزیز ما تحت سروری عارفانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان باز هم آباد و زیبا و مشهور و معروف جهان خواهد شد. نمایندگان مقامات دولتی، کارخانه و مؤسسه‌ها، ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر و دهات پنجکند با پرچم‌های دولتی، شعار و نوشتجات ادانه، نقلیات آرا داده شده با شکرگزاری و افتخار از کشور صاحب استقلال دستاوردهای خویش را با راهپیمایی نمایش دادند. مورد ذکر است که در 30 سال صاحب استقلالی با هدایت و دستورهای سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و دهات پنجکند صدها انشاءات تعیناتی گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، از جمله تجدید و نوسازی راه عینی پنجکند، خطهای بلند شدت و پایگاه‌های زمانوی، تامین نیروی برق، تجلیل با شکوه 1150 سالگی امیر شاعران استاد ابوعبدالله رودکی، تجلیل 5500 سالگی سرازمی باستان و دیگر رویدادهای مهم در صحیفه تاریخ دیار باستانی ما با خطهای زرین ثبت شده است. در اساس دستور سپارش‌ها و اقدام‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سازندگی شعار ماست. از میدان ادانه شهر پنجکند نمایندگان مؤسسه و تشکیلات‌های بناسازی از جمله جمعیت سهامی پنجکندساز و دیگر تشکیلات‌هایی که امروز در آبادانی دیار ما سهم ارزنده می‌گذارند با یک افتخار قدم می‌زنند.
намояндагони расмӣ бо намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ки ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдоми пешвои муаззами миллат оид ба эълон намудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил шуда буд, шинос гардида бори дигар ба маҳорати ҳунармандони шаҳру деҳоти Панҷакент баҳои баланд доданд.